من برگشتم با یه ولاگ دیگه. یکی از نقاشیام هستش که یه خریدار داره و من دارم براش بسته‌بندیش میکنم که پست کنم و میخواستم که از روند آماده کردنش براتون یه ولاگ درست کنم. فعلا طرح اولیه‌شه اینجوریه که این بسته میشه، میاد این قسمت اینجوری. بعد وقتی که من برسونم دستش اینجوری بازش میکنه. اینه که حالا یا درش میاره خواب میگیره یا همینجوری نگهش میداره. الان فقط کار دیزاینش مونده. خب من بسته‌شو واسهش تازه کردم اینجا. قرار ببریمش پست و آره خب بسته رو براش فرستادم. یه هفته دیگه میرسه دستم و همین دیگه، چون که اولین مشتریم بود دلم میخواست یه ولاگ درست کرده باشم از این موضوع. و مرسی که تا اینجا با هم بودین. یادتون نره لایک و سابسکرایب و شیر و این چیزا. مراقب خودتون باشین تا یه ولاگ دیگه.